به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، امیدوارم که حالتون عالی باشه، رو به راه باشید، سرحال باشید. همین اول کار من یک شعری که همیشه برای من امید بخش بوده رو براتون بخونم. میگه که هل نومید نباشید که اگر بر تو ببندد همه درها، در پنهان بگشاید که تو آن را ندانی. در اگر بر تو ببندد مرو صبر کن آنجا، ز سر صبر تو را او به سر صدر نشانه. همیشه توی زندگیم یاد گرفتم اگر میخوام به یک قله‌ای برسم باید سختی راهشم پشت سر بذارم. اگه میخوام به یک سراشیبی برسم، اگه میخوام راحت سر بخورم تو دل خوشبختی، اون سربالاییاشم باید تحمل بکنم. شما نمیتونی یک صبح، یک طلوع زیبا رو ببینی بدون اینکه یک شب تاریک و ظلمات رو پشت سر گذاشته باشی. نمیتونی بهار زیبا رو ببینی مگر اینکه یک زمستان را پشت سر گذاشته باشی. پس هر زمانی که شرایط سخت میشه، اوضاع سخت میشه، از کنترلت خارج میشه، افسردگی میاد سراغت، غم و غصه میاد سراغت، شک نکن که اگر بتونی تحمل کنی، اگر بتونی این روزهای تاریک و سرد رو پشت سر بذاری، قطعاً یک نور خوب و یک خوشبختی بزرگ منتظرته. میخوام بهتون بگم با چند تا سوال شروع کنیم. مثلا من که میلاد امین‌زاده‌ام کماکان، خیلی خوشبختم، خوشحالم که اینجا هم دارم باهاتون گپ و گفت میکنم. واقعا برای من باعث افتخاره. این چند روزه من خیلی پیام داشتم از مخاطبای پیج که حال و اوضاعشون خوب نبود، نگران شب عید بودن، نگران درآمدشون بودن، خیلی‌هاشون از کارشون اخراج شده بودن، تعدیل نیرو داشتن، مجموعه مختلف به علت گرونی که در سال جدید قطعاً چند برابر میشه. تقریباً میشه گفت افزایش حقوق‌ها چیز نزدیک به 30-40%. خیلی از مجموعه از پسش برنمیان، هزینه‌ها بالاست، مجبورن نیروهاشون اخراج بکنن و این به من این حس رو داد و وظیفه خودم دونستم که ببخشیدم به هم ریخته هر جایی که بودم با بچه‌ها هماهنگ کردم، اومدم این ویدیو رو براتون بگیرم که بتونه کمکی باشه براتون. یه سری سوال بود، من اینا رو جدا کردم که بیام اینجا بهتون پاسخ بدم. گفتن آینده چی میشه؟ بهترین تصمیم چیه؟ ببینید هیچ کس از آینده خبر نداره، اما میشه آینده رو تحلیل کرد با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده، با توجه به اتفاقاتی که در جاهای دیگه داره میفته. بذارین اصلا بهتون اینطوری بگم بچه‌ها، ما شبیه این ماجراهایی که امروز داریم رو بارها در طول تاریخ داشتیم. خیلی هم دور نخواهیم بریم، توی 10 سال گذشته ما شلوغی داشتیم، ما گرونی داشتیم، تورم داشتیم، تعطیلی داشتیم، کرونا داشتیم، قطعی اینترنت داشتیم. خیلی ها توی این بزنگاه‌ها، این پیچ‌های تاریخی، توی این سختی‌ها کسب و کارشون جمع شده، از کار اخراج شدن، افسرده شدن، خودکشی کردن و هزار تا داستان منفی. خیلی ها هم دقیقاً توی این نقطه پریدن، رفتن بالا، جامپ زدن و رشدهای خفنی رو تجربه کردن. حالا تفاوت این دوتا گروه چیه؟ به نظرت فرقی هست بین من، بین شما، بین آقای ایلان ماسک، بین آقای بابک زنجانی، کریس رونالدو؟ باور کنید بچه‌ها هیچ فرقی بین ما نیست. هیچ فرقی بین ما وجود نداره به جز یک چیز، اینکه ما چه تصمیم میگیریم. اونم 24 ساعت وقت داره در طول روز، منم 24 ساعت وقت دارم. اونم یک دهن داره، چش داره، گوش داره، دست و پا داره، منم همینم. حالا اون تصمیم میگیره از اون تایمش یه جوری استفاده کنه، منم تصمیم میگیرم یه جور دیگه استفاده بکنم. اون کسی که میشینه پشت پیانو یک پیانو نوازی زیبا میکنه که هوش از سرت میپرونه، هیچ هوش موسیقیایی عجیب و غریبی نداشته. بله بعضی با استعدادترن، بعضی کمتر استعداد دارن، اما چیزی که اونو متفاوت میکنه اینه که من از فرض مثال 5 سال گذشته روزی 2 ساعت تو اینستاگرام بودم، 2 ساعت داشتم ریلز بالا پایین میکردم، اون روزی 2 ساعت نشسته پیانو تمرین کرده. روز اول دنگ دنگ دنگ، الان داره یه پیانوی میزنه که شما هوش از سرت میپره. فرق من با بغل دستیم توی دبستان، دبیرستان، راهنمایی هوشمون نبود. زمانی بود که میذاشتیم من میرفتم خونه گل کوچیک بازی میکردم، پلی‌استیشن بازی میکردم، اون میرفت خونه درس میخوند، اون میشد 20 من میشدم 15. تفاوت ما تو همینه. وگرنه قطعاً من میتونم بگم من ازش باهوشتر هم بودم، ازش ارتباطات قوی‌تری هم داشتم، اما اون درس بهتری خوند، اون نمرات بهتری گرفت و کارنامه بهتری به دست آورد، توی کنکور موفق‌تر شد. حالا ما اگه میخوایم توی هر شرایطی موفق باشیم، دیگه نباید برامون مهم باشه کجاییم. توی ایرانیم، توی عمانیم، تو کاناداییم، آمریکاییم، اروپاییم، فرق نمیکنه. همون آمریکا و کانادا و اروپایی که دارید راجبش فکر میکنید و فکر میکنید که اوج خوشبختیه، تو همونا هم فقیر وجود داره، تو همین ایرانش هم میلیاردر و تریلیاردر وجود داره. بله خیلی مشکلات اینجا زیادتره، خیلی روش‌های درآمدزایی اینجا بیشتره.
احتمالاً شنیدین دیگه، میگن توی کشورهای جهان سوم که ما هم جزو بشیم، پول رو زمین ریخته، سنگ فرش هر خیابان از طلاست، فقط یکی باید بلد باشه چطور این پولا رو جمع بکنه. خیلی از کسب و کارهایی که تو ایران دارن میلیاردی پول در میارن، توی خارج از ایران اصلا غیر قانونی ان. تو خارج از ایران باید کلی مالیات بدن، تو خارج از ایران باید همیشه گزارش‌های مختلفی به ارگان‌های مختلف بدن. توی ایرانه که شما همین جوری پیج میزنی، پیج رو میاری بالا، محصول میفروشی، کسی هم باهات کاری نداره. کلی شغل کاذب تو ایران داریم که اصلا وجود خارجی نداره. چرا؟ چون طرف داره از فرصت استفاده میکنه. من هم توصیه میکنم این کارو بکنید. خون تو شیشه ملت نکنید، از غم و غصه ملت پول درن. اینایی که دلار میخرن میفروشن، من با اینا مخالفم. اونی که توی کرونا ماسک انبار میکنه، احتکار میکنه، میفروشونه که الان داره روغن احتکار میکنه، نه، اینا هم بی‌شرفن هم بی خانواده. عذرخواهی میکنم. اما یکی از شرایط حال حاضر داره پول در میاره. میگه خب الان که این اتفاق افتاده، الان که کرونا شده، من به جایی که بیام مغازمو ببندم، مغازمو آنلاین میکنم، کسب و کارمو آنلاین میکنم، میرم سراغ اینستاگرام و اونجا میشه جامپ درآمدی من 7-8 تا از مخاطبام در زمان کرونا به من گفتن که ما تازه کسب و کارمون جون گرفت. الان طرف اسمش رو تریلی نمیکشه، کل شهر میشناسن، براش دلاراست میشن. میگفت من زمانی که کرونا شد یه مغازه کوچیک 15 متری بودم توی پاساژ طبقه 4، مشتری آنچنانی هم نداشتم، ولی کارمندم کمتر در می آوردم. گفت کرونا شد کل پاساژ تعطیل شد، کل بازارا اجباری تعطیل شدن. من گفتم چیکار کنم؟ این ور یکم فکر کرد، دید بعضیا دارن میرن تو اینستاگرام و اینجور داستانا، گفت منم یه پیجی بزنم. پیج زد، نیاز زیاد بود دیگه، مردم لباس می‌خواستن ولی مغازه‌ها تعطیل بود. مجبور شدم برم تو اینستاگرام. اینم تو اینستاگرام اومد لباساشو گذاشت، آقا اینو دارم. یکی گفت بفرست، یکی گفت بفرست. چه باحال، من دارم میفروشم. بهش مزه داد. دیگه مون تو اینستاگرام. کم کم رشد کرد، پیجش اومد بالا، مغازه‌شو بزرگ کرد. الان یکی از بهترین و بزرگترین و معروف‌ترین مجموعه‌های پوشاک کشوره. به خاطر همین میگم از فرصت‌ها، از تهدیدها، از همه باید استفاده کرد. یکی تو تهدید گریه میکنه، افسرده میشه، یکی تو تهدید 10 برابر حالت عادی رشد میکنه. شما هم به جایی که به جایی که گوسفند باشی، گرگ باش. به جایی که شکار باشی، شکارچی باش. انتخاب دست خودته. میتونی زیر بار مشکلات له بشی، میتونی توی همون مشکلات از زیر خاکستر یک ققنوسی بشی که زندگی فوق‌العاده‌ای رو برای خودش میسازه. حالا منم اینجا میخوام بهتون چند تا راه بگم که تو این شرایط بتونید ذهنتون رو مدیریت کنید. اول از همه میخوام یه چیز رو برادرانه بهتون میگم، عنوان برادر کوچیک‌تر. چشم خیلیا به شماست. پدرتون، مادرتون، خواهرتون، برادرتون، همکارتون، اگر مدیر جایی هستید، نیروهاتون به شما نگاه میکنن. چهرهتون اگه غمناک باشه، اونا هم استرس میگیرن. اگه با انرژی باشید، بخندید، لبخند بزنید، هم اونا هم دنیای اطرافتون این انرژی رو دریافت میکنن و طبق همین انرژی باهاتون رفتار میکنن. پس در قدم اول ازتون میخوام قوی باشید. گرونیه، بیشتر کار میکنم، بیشتر پول در میارم. اوضاع سخته، من از شرایط قوی‌تر میشم. فشار زیاده، تحملمو میبرم بالا. ولی هیچ وقت تسلیم نشید. بله، همه خسته میشن، اما آدم خسته استراحت میکنه. آدم خسته جا نمیزنه. آدم خسته عقب نمیکشه. 10 بار شکست خوردی، 11مین تلاشت ممکنه باعث موفقیت تو بشه. 100 بار شکست خوردی، 101مین تلاشت ممکنه باعث شکستت بشه. 1000 بار شکست خوردی، اشکال نداره. شاید بار 2000م قرار موفق بشی، ولی موفق میشی. آدمی که جنم داره، آدمی که میفته دنبال یه کاری، آدمی که تمرکز میکنه، حتما موفق میشه. من تا حالا بالای 3-4 هزار تا دانشجو داشتم. همشون موفق شدن؟ نه. 2000 تاشون موفق شدن، 1000 تاشون موفق نشدن. یک محصول، یک آموزش، یک محتوا، یه عده ازش 500 میلیون 600 میلیون ماهانه دارن همین الان پول در میارن. یه عده‌ام گفتن نمیشه. رفتم بررسی کردم، دیدم اولا خیلیاشون آموزش‌ها رو ندیدن، کامل ندیدن. یه تعداد آموزش‌ها رو دیدن، حالا سرسری چطوری دیدنش مهم نیست. کارو اصلا شروع نکردن. مثلا به طرف گفتم آقا پیج بزن، طبق این داستان 60 تا محتوا بذار، قول میدم که میشه. و طرف گفت آقا نشد، من شاکیم، رضایت ندارم از شما. گفتم نوکرتم هستم، میشه ببینم پیج تو؟ پیج که نزدم هنوز. خب کجا میخوای موفق شی؟ خیلی از آدما تنبلن، راحت طلبن، دوست دارن تو خونه بشینن، شب که خوابیدن صبح بیدار شدن ببینن او مثلا کلی پول زیر بالششونه. ولی دنیا اینطوری نیست قربونت برم. دنیا با آدم‌های قوی احتیاج داره. دنیا با آدم‌های پوسکلوف احتیاج داره. دنیا بچه پررو میخواد. شما زمانی تغییر میکنی، زمانی رشد میکنی، زمانی پیشرفت میکنی، زمانی پول گنده میاد توی زندگیت که اولین ذهن رو تغییر بدی، ذهنیت تو بتونی عوض بکنی، که قوی بشی، که قلدر باشی، که هر چی مشکل میاد تو زندگی تو با یه لبخند بزرگتر شرمنده‌اش کنی، مشکل بگی که واقعا من دارم اذیتش میکنم، قیافش نمیخوره. این آدم موفق میشن.
حالا من همین امروز بیام 50 میلیارد تومانم بذارم توی کاغذ بهت بدم، اگر ذهن پولساز و ذهن برنده نداشته باشی، اون پولم تموم میشه، از دستش میدی، ضررم میکنی، دوباره برمیگردی به نقطه صفر. من خودم رشد اصلی زندگیم از زمان کرونا شروع شد. من توی مجموعه کار میکردم، مدیر فروش بودم و کرونا شد، من اخراج شدم. عملا گفتن آقای امیرزاده خدا نگهدار. قصه خوردم، گریه کردم، بالا پایین پریدم. بعد گفتم خب بیام یه کاری بکنم. اون شد نیرو محرک من. اون باعث شد که من بیفتم دنبال ایده‌های مختلف، با فضای مجازی آشنا بشم. رفتم تتوشو درآوردم، یاد گرفتم، پروژه گرفتم و اصلا همونجا نقطه عطف زندگی من شد. ما خیلی از هموطنانمون از دست دادیم. برای من قطعاً اسم کرونا هم ترسناکه. من خودم یه کرونا عجیب غریبی گرفتم. تقریبا 70-75% ریام درگیر شده بود. اصلا قطع امید کرده بودن از من. عزیزانمون از دست دادیم هممون. اما توی همون بحران من تونستم نقطه عطف زندگیمو پیدا کنم. جایی که من شاید قرار بود کریر کاریم تموم شه، جایی که قرار بود افسرده شم، جایی که قرار بود دیگه نباشم، ولی همون نقطه شروع من شد. الانم این شکلی نگاه کن. قوی باش، قدرتمند باش. با هر بادی که میوزه اگه شما بخوای خزون بشی که سنگ رو سنگ بند نمیشه. قوی باش، قلدر باش، سینه‌تو ستپ کن، برو جلو. نه ترس از هیچی. نشد بعدی ضرر کردم فدا سرت. خیلی از آدما یک بار ناقص یک کاری رو انجام میدن، نه نشد. منی که اینجا نشستم الان پیجم 510-12 کاه، به نظرتون چند تا پیج زدم جواب نداد؟ بالای 20 تا پیج طنز زدم جواب نداد، پیج بلاگری زدم جواب نداد، پیج آموزشی زدم جواب نداد، آموزش کسب و کار زدم جواب نداد، ترید زدم جواب، 10 تا 20 تا کار مختلف و که آنلاین شاپ، 10 تا آنلاین شاپ زدم جواب نداد. رفتم یه جا قلقش اومد دستم. یه جا فهمیدم باید چیکار کنم. یه جا فهمیدم من باید علاقه‌مو با تخصصم کنار هم بذارم. نه تخصص به تنهایی کافیه، نه علاقه به تنهایی کافیه. بعد آموزش ببینم، علاقه بهش داشته باشم، آموزش ببینم که تخصصم بره بالا، علاقه داشته باشم که بتونم ادامه بدم. این دوتا که میخورم به هم، استمرارم میشه اون قطب سوم که شما موفق میشی. هر جایی این مثلث استفاده گری موفق نشدی، بیا بزن تو گوشه داداش. امکان نداره تو به یه چیزی علاقه داشته باشی. فوتبال کریستیانو رونالدو علاقه داشت، استعداد نداشت. نه، از کریستیانو رونالدو فوتبالیست با استعدادتر خیلی داریم که نابود شدن. پاتو رو داشتیم نابود شد، نیمار رو داشتیم 1/10 افتخارات کریستیانو رونالدو نتونست به دست بیاره. نانی از کریستیانو رونالدو با استعدادتر بود. چرا رونالدو؟ چون علاقه داشت، ضلع اول، چون مهارت دید، کلاس رفت، تمرین کرد بیشتر از بقیه. از هم تیمیاش بپرسین، مسابقه‌اشون رو ببینید. میگه ما ساعت 10 تمرین داشتیم، رونالدو ساعت 7 میومد. 3 ساعت خودش تنها تمرین میکرد. ساعت 5 هم تمرین تمام میشد، رونالدو تا 8 میموند. 3 ساعت اونورم بیشتر تمرین میکرد. استمرار، ادامه، انقدر ادامه میدی تا اتفاق بیفته. انقدر میری جلو تا اتفاق بیفته. 90% ما وسط راه هم نمیرسه، اون 10% اول راه ول میکنیم میریم. شما از هر کسب و کار بزرگی که توی شهر زندگی، محل زندگیتون وجود داره برید بپرسید. بگو الان داری چیکار میکنی، کجایی، داستانت چیه؟ میگه من 20 سال دارم کار میکنم. چقدر درآمد داری؟ ما 5 میلیارد درآمد دارم. بهش بگو از روز اول همینطوری بود، از روز اول همه چی خوب بود، از روز اول مشتری صف میکشید، میشینه سفره دلشو باز میکنه. 10 بار تو این راه داشته ورشکست میشده، 5 بار کم آورده، با قرص و استرس و اینا شب‌های زیادی رو خوابیده. اینا رو پشت سر گذاشته که به اینجا رسیده. تو بهار زندگی کسی رو نمیتونی با پاییز زندگی خودت مقایسه بکنی. ببخشید من یه مقدار دارم شاید از نظر شما تون صحبت میکنم. جای برادر من، جای خواهرای من، انگار دارم با اونا صحبت میکنم. واقعا دلیه این ویدیو برای من، دلی‌ترین ویدیویی که تا حالا گرفتم. چون دوستتون دارم، قدم به قدم کنار ما بودید. مثلا بدون شما هیچ معنایی نداره مجموعه میلاد داره. میلاد امینزاده بدون شما هیچ معنی نداره، هیچ هویتی نداره. دقیقاً مثل خانواده منی، با شما بیدار میشم، با شما میخوابم، اتفاقاتمون رو با هم دیگه رد و بدل میکنیم. این احترام و این جایگاه و شما برای من قائل شدی، الان داری این ویدیو رو میبینی. وظیفه منه بهت کمک بکنم. وظیفه منه دستتو بگیرم. وظیفه منه اگه چیزی بلدم در اختیارت قرار بدم. به عنوان یک برادر کوچیک‌تر هیچ منتی هم سر شما نیست. وظیفمه. محکم میگم وظیفه منه. بهترین تصمیم چیه؟ گفتم بهتون اخبار منفی رو بذارید کنار، یا اینوری میشه یا اونوری دیگه، ولش کنید. همه چی عوض بشم شما به شغل نیاز دارید، همه چی عوض بشم شما به درآمد نیاز دارید بیشتر از قبل. پس الان پیشنهاد برادرانه من اینه که بشین، آموزش ببین، مهارت ببین. هم ذهنت از این اخبار منفی، روزی 2 ساعت اخبار نگاه میکنی، روزی 2 ساعت اینستاگرام بالا پایین میکنی، 2 ساعت رو بشین رو خودت کار کن. هم ذهنت دوباره سبز میشه، مثبت میشه، اوکی میشی، تمرکزتو میذاری روی کارت، یه مهارت خفنم یاد میگیری، پول خوبم در میاری دیگه. نگران شب عید و گرونی و دلار
دلار شد 100 تومن 200 تومن نیستی. درآمد الان 10 تومنه، دلار 100 تومن بود، شما 10 میلیون درآمد داشتی. دلار بشه 200 تومن، درآمد شما میشه 5 میلیون تومن. نصف میشه، قدرت خریدت نصف میشه. ولی تو قلدر باش، تو درآمدتو بکن 50 تومن. تو از دلار جلو بزن، تو از طلا جلو بزن. کم نیار تو این بازی. دنیا دلش به حال هیچ کسی نمیسوزه. قانون جنگله. قوی‌تر باش، شکارچی باش تا شکار نشی. اون قلدره باش، اون قویه باش و حتما اونقدر جربوزه داری، اراده داری که دنبال بهتر شدنی. الان دیگه مثل زمان قدیم نیست. لات اونی نیست که یک سیبیلی کلوف کنه، گردنی کلوف کنه، بر و بازوی کلوف کنه، بیاد تو خیابون کتک کاری کنه. الان اون آدمی قویه که از ذهنش استفاده میکنه، اون آدمی قویه که فرصت طلبه، اون آدمی قویه که دنبال بهتر شدنه. من بشینم آخرین آموزشی که دیدم دانشگاه و مدرسه بوده. وقتی آموزش نمیبینی، مهارت نمیبینی، از کجا میخوای پول در بیاری؟ میریم سرمون رو خم میکنیم جلوی یک طراح که برای ما یه طرحی بزنه، بهش 2 میلیون پول میدیم. میریم اینجا سرمون رو خم میکنیم، یک عکاس میاد عکسی میگیره ازش، کلی بعد بهش پول بدیم. یه جایی میریم طرف نجار، بقال، تعمیرکار اسپیلت تلویزیون میاد، داره از چی استفاده میکنه؟ از مهارتش. مهارت به دست آورد، از اون مهارت هم داره پول در میاره. کل دنیا تا بوده همین بوده. حالا من الان به شما نمیگم برو نجاری یاد بگیر، برو کابینت سازی یاد بگیر، برو بقالی و بنایی یاد بگیر. الان باید مهارت‌های پولساز جدید و مدرن یاد بگیر، هوش مصنوعی یاد بگیر، طراحی سایت یاد بگیر، محتوا یاد بگیر، دراپ شیپینگ یاد بگیر. نه به خاطر اینکه خودمون داریم این کارو میکنیم اینا رو بخوام معرفی کنم چون بهترین بود من هم رفتم سمتش، چون پولسازترین بود من هم رفتم سمتش و یادش گرفتم و الانم میخوام به شماها یادش بدم. این ویدیو به هیچ عنوان آموزشی نیست. یعنی من تو این ویدیو نمیخوام بشینم چیزی رو به شما توضیح بدم. اومدم باهات حرف بزنم، شاید یه تلنگر کوچیکی شد برات، مسیر زندگیتو عوض کرد. هیچی هم ازت نمیخوام، همین که توی دلت به من بگی دمت گرم. یه داداش کوچیک‌تر، یه داداش بزرگتری دارم به نام میلاد. بعضی موقع با هم دیگه گپ و گفت میکنیم، حرف میزنیم، دلمون وا بشه، برای من کافیه. من بارها گفتم هر کمکی از دستون برمیاد باید برام دیگه انجام بدیم. من کارم چه، من اندازه توان خودم میتونم کمک کنم. اگه قصابی داشتم 50% تخفیف میذاشتم روی گوشتام، خرید به خرید میدادم. اگه لباس فروشی داشتم، خیاطی داشتم، کاراتون رو رایگان انجام میدادم. اگه نونوایی داشتم، به اونایی که دستشون خالی نون رایگان میدادم. اگه چه میدونم جایزه فروشی داشتم، قسطای طولانی مدت بدون سود میدادم. اگه صابخونه اجاره بگیر بودم، میگفتم آقا شرایط سخت، 2 ماه تا عید، 3 ماه تا عید تو نمیخواد اجاره بدی. اما الان کارمون چیز دیگه ایه و من در تخصص خودم، در حیطه کاری خودم میخوام هر کاری از دستم برمیاد براتون انجام بدم. ما چند تا آموزش مختلف داریم که هر کدوم به تنهایی میتونن مسیر زندگی آدمو عوض بکنن. من چند روز پیش توی گروه بچه‌ها بودم، دیدم بچه‌ها اصلا عین خیالشون نیست دلار گرون میشه، ارزون میشه. انقدر ذهنشون قوی شده. ما تو این کورس آموزشی، تو این دوره آموزشی که داریم با بچه‌ها، شبیه دانشگاه است. میریم با هم دیگه رفیق میشیم، پشتیبانشون، کارشناساشون زنگ میزنن، پیگیری میکنن، قسمت به قسمت موفقیت‌ها رو با هم جشن میگیریم. یکی پیام میده آقا من این کارو کردم، کلی براش خوشحال میشیم، جشن میگیریم. یکی دیگه من ماشین خریدم، کیف میکنیم و یک انگیزه‌ای که هر روز صبح اینا رو چک میکنیم با هم. امروز صبح ما رفتیم و دیدیم بچه‌ها دارن خوشحال خندان، اصلا انگار توی کشور دیگه تو دفتر ما زندگی میکنن. آقا فلانی درآمد 100 میلیونیشو رسید، به تیم 100 تاییا اضافه شد، اون یکی 150 رو زد، اون یکی 700 رو کرده 1 میلیارد. فلانی ماشین خرید، فلانی خونه خرید. به من گفتم خب اینا که دارن پول در میارن، اینا که حالشون خوبه، چرا بقیه رو من نبینم تو همین حالت؟ پرسیدم، گفتم بچه‌ها چی میشه که به بعضیا که حالا تماس میگیرید، مشاوره میدید، صحبت میکنید، چون ما سیستم کاریمون به این صورته. به هیچ عنوان بچه‌ها اجازه ندارن به کسی که پتانسیل موفقیت نداره آموزشی رو معرفی کنن. من میام صحبت میکنم، پشتیبان من اگه متوجه شه که شما پتانسیل نداری، خودتو بکش، بگو 5 میلیارد، هیچ محصولی بهت نمیفروشیم، هیچ آموزشی برای شما نداریم. اما اگه پتانسیل داشته باشن، بچه‌ها گاهن اصرار هم میکنن، میگن آقا ولش کن، نمیخواد نصف اون قیمت، تو فقط بیا، من میدونم تو موفق میشی. ما رفقامون همه همینطوری ان تو مجموعه میلاد دارم. حالا بعد این داستان میگم چی شد بعضی از رفقایی که پتانسیل داشتن نیومدن؟ بچه‌ها میگن یکی مثلا زمان نداره، یکی پول نداره. زمان و این داستانه که خب حل شدن، چون آموزشاش تاریخ انقضایی ندارن. شما میتونی الان آموزشا رو داشته باشی، یه ماه دیگه ببینی، میتونی آموزشا رو روزی نیم ساعت ببینی. خود کار دراپ شیپینگ هم که زمانی ازت نمیبره، روزی 1 ساعت، نیم ساعت، 40 دقیقه زمان بذاری، به اون 50-60 تومن ابتدایی میرسی. حالا یکی 200 تومن میخواد، روزی 2 ساعت میذاری. یکی 1 میلیارد میخواد، فول تایم روزی 8-9 ساعت پای کاره، یه نیرو هم میگیره. پس مشکل اصلی فهمیدیم اون مبلغ است. توی ذهن بچه‌ها انقدر پولای خوب در آوردن دیگه، 5 تومن 10 تومن اصلا پولی نیست. 5 تومن 6 تومن 4 تومن 10 تومن 15 تومن 20 تومن اینطوری صحبت میکنن.
ساعت دیدم خیلی خوشم اومده 60 تومنه. انگار دارن راجع به 60000 تومان صحبت میکنن. 60 تومن حقوق 5 ماهه کارمنده. 60 تومن پسنداز یه خانواده 4 نفره ممکنه باشه. اومدیم فکر کردیم گفتیم چطوری میتونیم کمک بکنیم تو این شرایط؟ چطوری میتونیم هوای هموطنانمون رو داشته باشیم؟ اولین چیزی که به ذهنم رسید که بیام بهتون بگم مثلا داستان از چه قراره که میخوام کمکتون بکنیم، که واقعا این داستان دلیه، هیچ شو تبلیغاتی عجیب غریبی نیست. اگه بود من این مانیتور پشت سرم بود، لباس مرتب میپوشیدم، میومدم با صحبت میکردم. خیلی دلی به بچه‌ها گفتم آقا من دارم میام ضبط، بچینید دوربین آماده کنید. من اومدم، هیچ هم آماده نکردم، نه متنی نه اسلایدی، کاملا دلی اومدم نشستم باهاتون صحبت کنم. ما چند تا آموزش مختلف داریم. یه دونه دراپ شیپینگه که خودش به تنهایی میتونه یک نسل رو بسازه. ما همین الان دانشجو داریم حداقل داره ماهی 2 میلیارد 3 میلیارد سود خالص، درآمد یا فروش نه، سود خالص به دست میاره. 50 تومن 100 تومن 200 تومن 150 تومن که الا ماشاءالله تا صبح بخوام براتون لیست کنم باید 500 صفحه آچار به اسم می‌نویسم فقط. این یک. دو، کد ثروت جدیدترین آموزش ماست. هوش مصنوعی، درآمد از هوش مصنوعی، هم ریالی هم دلاری. راحت شما اگر هوش مصنوعی رو بلد باشید کسب و کار آینده است. نون تو روغنه. همونطور که یک روزی آهنگری از ماجرا حذف شد، آژانس تلفنی کم رنگ شد، بقالی‌های سنتی حذف شدن، جاشون رو دادن به فضاهای جدیدتر، حسابدارای سنتی با اون دفترهای بزرگ جاشون رو دادن به نرم افزارهای حسابداری، آینده 99% شغلا گره میخوره با هوش مصنوعی. یعنی یا هوش مصنوعی کامل جایگزین میشه یا نه 80% بار میفته رو دوش هوش مصنوعی، بقیه فقط میشن اپراتور. من فقط این دکمه رو بزنم، حالا بقیه‌اش هوش مصنوعی انجام میده. من دیگه پزشکی نیستم که بیام جراحی کنم. الان میبینید دیگه جراحی چشم لیزر انجام میده. اونایی که چششون حالا ضعیف آستیگماته، زیر لیزر 5 ثانیه 10 ثانیه تموم. در آینده تمام عمل‌ها این شکلی میشه دیگه. یکی بیاد عرق دکتر رو خشک کنه، یکی قیچی بزنه، و یکی پنس بذاره و باز کن و ببند و بخیه بزنه و 1000 تا مشکل عفونت در تمیزترین و با کیفیت ترین حالت ممکن. ربات‌های هوش مصنوعی میان بدون زخم‌ها و بخیه‌های عجیب غریب توی کمتر از چند ثانیه، چند دقیقه، چند ساعت، عملهای طولانی چند روزه رو توی نیم ساعت انجام میدن، تموم میشه میره. و اون پزشکای نسل آینده فقط میشن آدمایی که پشت این اپراتورن. و الان این دکمه رو بزنم، الان عمل رو شروع کنم، الان برق نره، در همین حد میشن. حالا اگه شما هم دوست دارید که در آینده پول خوب در بیارید، حرف اول رو بزنید تو مهارت. انگار 20 سال پیش یکی میومد میگفتش که میخوام کار کردن با این گوشی رو بهتون یاد بدم. مسخرهش میگم من گوشی و اینترنت میخوام چیکار، بذار برم سر کار. ولی الان میدونید که اگه این گوشی رو بلد نباشید، اگه کار کردن با نرم افزارا رو بلد نباشید، عملاً بیسوادید. حرف کسی رو نمیتونید بفهمید، نمیتونید حتی اخبار بخونید، نمیتونید استعلام موجودی بانکتون رو بگیرید، نمیتونید حتی شارژ بگیرید. به خاطر همین میگم هوش مصنوعی در واقع مهارت آینده است. توی هر کسب و کاری هم که هستید، هوش مصنوعی در حال حاضر میتونه باعث بشه که 10 برابر رشد کنید. اگر هم کسب و کاری ندارید، با هوش مصنوعی 1000 تا شغل میتونید برای خودتون به وجود بیارید. من یکی از دوستانمون هست تو اقوامو، خیلی بچه باهوشی، من خیلی دوستش دارم. راجع به هوش مصنوعی باهاش صحبت کردم و چند تا آموزش بهش معرفی کردم. میرفت دید و بعد 6 7 ماه امروز دیدمش، گفت آقا خدا خیرت بده. گفتم چی شده؟ گفت من با همین هوش مصنوعی که به من گفتی رفتم افتادم توی آموزش و باهاش یاد گرفتم، الان محتوا میزنم، لوگو میزنم، سایت میزنم. گفت میرم تو پونیشا و این جایی که پروژه میذارن، کلی پروژه گرفتم انجام میدم. مثلا طرف میگه که یه موشن گرافیک بیرون 4 میلیون 3 میلیون پول میگیرن، من با هوش مصنوعی 10 ثانیه انجام میدم، تو 20 ثانیه انجام میدم. پرامپتو میزنم این تصویر را این کارو بکن، خودش انجام میده. از اون بیرونی هم با کیفیت‌تر، خفن‌تر. اون میگیره 3 تومن، 2500، من میگیرم 1 تومن. روزی 10 تا از اینا میگیرم، قیمت هم مناسبه، همه میان با من سفارش میدن. روزی 10 تا لوگو میزنم، روزی 5 تا سایت طراحی میکنم. میگفت درآمد ماهانه از پدرم و برادرم و مادرم بیشتر شده جمعاً رو هم. همینه، هوش مصنوعی همینه. اول که یه چیزی میاد خیلی تحویلش نمیگیرن. اینستاگرام اول اومد، نمیدونم یادتونه یا نه، چیه میرین عکس خودتون رو میذارید فلان، اصلا معلوم نیست کجاست. یکی میومد 2 تا ویدیو میساخت، مسخرهش میکردن. همون اینستاگرام خیلی‌ها رو میلیاردر کرد. همون اینستاگرام خیلی‌ها رو از خاک رسون به نوک قله طلا. همینه. باید بپذیرید روزی که بیت کوین اومد، بیت کوین رو من یادمه انقدر قیمتش پایین بود شما میتونستی مثلا با پول تو جیبیت 2 تا بیت کوین بخری. همون موقع هم خیلی‌ها فریاد میزدن آقا این آینده پول‌های دنیاست، پول کاغذی قراره هست شه. خیلی گوش نمی‌کردن. چی شد؟ بیت کوین تا چه عددی رفت بالا؟ الان بیت کوین چقدره؟ چند میلیارده؟ والا نمیدونم، بعضی موقع چی بگم، هرس میخورم. یه زمانی من می اومدن میگفتن که از این کارت ها استفاده کنید برای پرداخت پول. کسی پا نمیداد، همه پول نقد، انقدر تو کیفه. حالا بپرسین از مام بابا بیشتر یادشونه، دهه 60 دهه 50 همه پول نقد. الان چیزی به نام پول نقد وجود نداره.
بچه‌ها دیگه نمیبینن. یه بازی خیلی باحالی بود، من چند وقت پیش تو اینستاگرام دیدم. تفاوت نسل قدیم و جدید بود. به نسل قدیم میگفتن زنگ بزن، گوشی رو برمی‌داشت، میگفتن با پانتومیم اجرا کن. زنگ زدن، تلفن رو برمی‌داشت دکمه میزد، به یاد اون تلفن‌های قدیم. نسل جدید اینطوری میکرد که مثلا میگفتیم که پول اینو پرداخت کن. نسل قدیم پول میداد، نسل جدید کارت میکشید. خیلی باحال بود برام. خلاصه هوش مصنوعی یاد بگیرید. هوش مصنوعی خیلی براتون میتونه پولساز باشه، هم دلاری هم ریالی. و اگر هم کسب و کاری دارید، محتواتون رو کامل میتونید بهش بسپارید، حسابداریتون رو کامل میتونید بهش بسپارید، کلی میتونید ازش ایده بگیرید، سناریو بگیرید، باش مشورت کنید، یک وکیل حقوقی براتون باشه. کد ثروت ما رو اگر ندیدید حتما ببینید. فوق العاده است، فوق العاده. کسب و کارتو از این رو به اون رو میکنه، چه دراپ شیپینگ باشه، چه هر کسب و کار سنتی، مغازه داری، یه دکه داری، این هوش مصنوعی میتونه اون موتور جتی باشه که تو رو از رقبات میندازه جلو. خدمت بعدی که داریم برای کسانی که کسب و کار دارن، مدیرن، مغازه‌ای دارن، فرمول نهایی که همون لول اپمون هست، که ویژه مدیران کسب و کار، ویژه کسانی که کسب و کار دارن، آنلاین شاپ دارن، مغازه حضوری دارن، شرکت دارن، کامل ترین میتونم با جرئت بگم آموزش رشد درآمد مدیریت در ایرانه. فوق العاده است، کامل، و به شما همه چی رو 0 تا 100 آموزش میده. کلی تمرینای باحال داره و باعث میشه که بتونید درآمد فعلیتون از هر کاری که دارید چند برابر کنه و کلی جرقه تو ذهنتون بندازه که چطوری میتونید درآمدهای جدید به دست بیارید. این سه تا آموزش ما کنار هم فکر کنم نزدیک به 50-60 میلیون تومان هزینه داره که بخواید حالا واردش بشید، سرمایه‌گذاری کنید رو خودتون، آموزش‌ها رو تهیه کنید. اونم هزینه‌های زیرساختیشه. من منبع درآمدم از فروش آموزش‌ها نیست. ما اصلا به قول بعضیا دوره فروش نیستیم. کسب و کار ما چیز دیگه، یه محل درآمد ما چیز دیگه. اینجا اون قسمتی که من عشق می‌کنم، وای زندگی می‌کنم، تفریح منه در واقع و علاقه منه به اینکه با آدم‌ها یاد بدم، معلم باشم، مربی باشم، اینکه بتونم کمکشون بکنم. اون حس خوبه رو که می‌گیرم، اینکه یه نفر رو می‌بینم میاد تشکر می‌کنه، بعضی ما بچه‌ها حالم بده میرم تو پیج وایسا رو گوش میکنم، پیام‌های تشکر رو گوش میکنم، حالم خوب میشه. و الانم وظیفه منه که کمک بکنم هر چقدری که از دستم برمیاد. الان اونقدری از دست من برمیاد که بتونم تمام آموزش هامون رو با یه شرایط عجیب غریب ویژه‌ای که اصلا فکر کنم برق از سر همتون بپره. حالا اینجا هم اعلامش نمی‌کنم. جدیداً متوجه شدم که خیلی‌ها اصلا نونشون توی فضای مجازی، نونشون توی اذیت کردن مردمه. ما چند وقت پیش سری از آموزش‌ها رو کاملا رایگان گذاشتیم. یادم روز مادر بود، ما به یه سری از مادرهای پیج آموزش‌ها رو کاملا رایگان دادیم. شب یلدا بود، کاملا رایگان دادیم. دیدم دایرکت‌های عجیب غریب از آدم‌هایی که پیج‌های میلیونی داشتن. چیکار داری می‌کنی؟ من دارم این آموزش و این دوره رو انقدر می‌فروشم، تو چرا اومدی رایگان دادی؟ دیگه کسی از من خرید؟ دنیا فضاتون رو من نمیفهمم. اگه تو اونقدر ادعات میشه که کارت درسته، مثلا چه میدونم توی فلان زمینه، اسمم نمیارم حالا موضوع شد، توی فلان زمینه انقدر تبحر داری، تخصص داری که میتونی پول در بیاری، از همون طریق پول در بیار. به بقیه هم نشون بده، بگو آقا این پولایی که من دارم، این ماشین و خونه‌ای که من دارم، با همین مهارت خریدم، نه از محل درآمد آموزش ها. این که من بیام به 1000 نفر آموزش بفروشم، دوره بفروشم، پولدار بشم، که این هوش تو رو نشون نمیده. من زمانی میتونم بگم دراپ شیپینگ پولساز، درآمدزاز، خفنه که خودمو تونسته باشم باش ببندم، که اطرافیانم توسط همین آموزش، توسط هوش من کارم چیز دیگه ایه. من کارم همین دراپ شیپینگه، کارم هوش مصنوعیه، کارم طراحی سایته، کارم بیزینسه، کارم سرمایه گذاریه. این فضایی که داریم توی اینستاگرام و توی ببینیم، من اصلا خیلی هم استوری نمیذارم چون واقعا زمانشو ندارم. من نهایتا بتونم یه سری وایسا بگیرم، یه سری پستا بگیرم، اونم واقعا چون حالمو خوب میکنه، چون انرژی میده به من، این ارتباط با شما، این حس خوبی که به من میدید، و همین برای من کافیه و انرژی بخشه که من در زمینه‌های دیگه زندگی موفق بشم. به پشتیبانتون، به مشاورتون، به کارشناستون پیام بدید. بعد این ویدیو همشون رو در جریان گذاشتم. این ویدیو که ضبطش تمام شد وایس گذاشتم، توضیحاتو دادم. همه جوره بهتون کمک میکنن. هر کمکی از دستتون برمیاد، فقط کافیه باشون ارتباط بگیرید، دغدغه‌تون رو بهشون بگید، اینکه چه میزان درآمدی رو اگر تایید بهش برسید میتونه حالتون رو اوکی بکنه، میتونه اوضاعتون رو بهتر بکنه، شغلتون در حال حاضر چیه، شهرتون کجاست، همه اینا رو بهش توضیح بدید. بچه‌ها بررسی میکنن، چیزی که به دردتون بخوره، مناسبتون باشه، در اختیارتون قرار میدن. هر کدوم از رفقایی هم که دارن این ویدیو رو میبینن و قبلا قسمتی از مجموعه ما بودن، عضو از خانواده هستن، آموزش‌هایی رو در حال گذروندنن، بقیه آموزش‌های مجموعه به صورت کاملا رایگان، همین تیکه ویدیو رو بهشون بگید در جریان هستن که براتون فعال بکنن. برای مثال اگر دارین آموزش دراپ شیپینگ میبینید،
ببینید آموزش لول اپ و آموزش هوش مصنوعی رو به صورت کاملا رایگان هدیه دریافت بکنید که ان شاءالله بتونید سریعتر و بهتر کسب و کارتون رو جلو ببرید، موفق باشید. برای شما رفقایی که تا حالا هم افتخار این داستان رو نداشتیم که کنار هم بتونیم وقت بگذرونیم، با هم دیگه کار بکنیم و کیف بکنیم، هم با همین شرایط مشابه به بچه‌ها پیام بدید. توی هر کدوم از آموزش‌ها که وارد بشید ما بقیه آموزش‌ها به صورت کاملا رایگان تقدیمتون میشه. دمتون هم گرم، خیلی هم دوستتون دارم. امیدوارم که خیلی زود کلی پیام باحال از سمت شما داشته باشم که شما هم حالتون خوبه، که شما هم رسیدید به اون چیزایی که میخواین. و یه چیز امیدوار کنندم بخوام بهتون بگم اینه که بسیار بسیار روزهای خوبی در انتظار همه ما هست. شما اون آدمی باشید که برای اطرافیانتون امید بخشه، برای اطرافیانش تداعی کننده یک مسیر خوبه. من همیشه میگم وقتی در یک خانواده یک اتفاق مثبت میفته، در یک شهر یک اتفاق مثبت میفته، برای همه اون انگیزه و انرژی ایجاد میشه. هیچ وقت خودتون دست کم نگیرید. زمانی که در یک روستا، در مازندران، در جویبار اولین کشتیگیر المپیکی و جهانی میاد میره قهرمان میشه، بعد اون همه بچه‌های اون روستا، همه بچه‌های اون شهر میگن که اگه اون تونست از اون خونه به اون قهرمانی المپیک برسه پس منم میتونم. و این منم میتونم، این باور موفقیت باعث میشه که واقعا اون شهر میشه شهر کشتی دنیا. جویبار پایتخت کشتی ایران. برای فوتبالش این مثال هست، برای اسکیش این مثال هست، برای تنیسش این مثال هست. وقتی یه نفری کار رو انجام میده، ترسش میریزه، صدش میشکنه، میگم خب منم میتونم. اون تونست، من چرا نتونم؟ چون ما همیشه تهش رو میبینیم دیگه. میبینیم که اوکی فلانی علیرضا بیرانونده، دروازه‌بان ملی پوش، قرارداد میلیاردی میبنده. بیرانوندم یک جوون ساده بود، از یک خانواده ضعیف، دور میدون آزادی میخوابید. داستان شماتون شنیدید. اومد تلاش کرد، موفق شد. پس شما هم میتونید. حالا چی کم داریم از اون؟ تلاش، استمرار، مهارت. تلاش و استمرارش با شما، پشتیبان اختصاصی دربست در خدمت شما کمکت بکنه، قدم به قدم کنارت باشه، مثل یک مربی، مثل یک معلم، تمریناتو چک کنه، کنارت باشه، کمکت کنه. از من یک مهارت پولساز جذاب که در ماه با 1-2 ساعت وقت گذاشتن حداقل 70-80 میلیون به درآمد خوب، راحت، جذاب، حلال ریالی بده. از من یک پشتیبانی خفن، آپدیت مادام العمر دوره ها و هر چیزی که نیاز داری تا قدم به قدم به اون اتفاقای خوب برسی هم با من. تو فقط اراده کن، استمرار داشته باش و بخواه که این اتفاق بیفته. حتما این اتفاق میفته. دوستتون دارم، خیلی مخلصیم. نرین تو در دیوار تا هیچ چیزی نمونده. آموزش ببینید، مهارت یاد بگیرید، انجام بدید، اقدام بکنید، قطعا بهترین اتفاق براتون میفته. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. ارادت. به زودی میبینمتون و کیف میکنم با نتایجتون.